Extract Podcast. به این بروسی عمیق خوش آمدید. امروز میخوایم داستان شکلگیری و رشد تپسی رو با هم مرور کنیم. یکی از اسمای آشنا تو حمل و نقل اینترنتی ایران. بله، منبع اصلی ما هم گفتگویی هست با میلاد منشیپور، یکی از همبنیانگذاران تپسی. دقیقاً. و هدفمون اینه که نکات کلیدی، چالش‌ها و درس‌های این مسیر رو یکم باز کنیم. و خب شنیدن داستان از زبون خود بنیانگذار یه نگاه دست اول و جالبی به ما میده. خب از کجا شروع کنیم؟ ایده اولیه منشیپور و دو دوستش حمید مهینی و هومن دمیرچیلو حدود سال 95 بعد از اینکه از خارج برگشتن ایران. آره، اولش اصلا فکر تاکسی اینترنتی نبودن. نه. ایده اولیه چی بود؟ فروشگاه آنلاین لباسهای لوکس. جالبه. ولی خب خیلی زود، یعنی متوجه یه مشکل واقعی تر و بزرگتر تو جامعه شدن. ضعف سیستم حمل و نقل سنتی دیگه. قیمت‌های نامشخص، سرویس دهی خب خیلی مطلوب نبود. دقیقاً. پس مسیر رو عوض کردن. این به نظرم اولین نکته مهمه. یعنی توانایی دیدن نیاز واقعی بازار و تغییر مسیر سریع. اینطور نیست؟ کاملا موافقم. پیوت کردن به موقع خیلی حیاتیه. و خب شروع کارشون هم خیلی ساده بود. 3 نفر بودن اولش. و چند تا برنامه نویس جوون از شریف گرفتن. آره. دفتر اولیه‌شون هم جالبه. یه فضای کار اشتراکی رایگان توی بانک آینده. عجب. این شاید یکم یعنی با شغلای قبلی و پرستیژشون فرق داشت. دقیقاً. ولی خب روحیه استارتاپی همینه دیگه. اما از همون اول یه چالش بزرگ داشتن. سرمایه، جذب سرمایه، درسته؟ بله. قانع کردن سرمایه‌گذارا تو حوزه‌ای که خب خیلی باش آشنا نبودن خیلی سخت بود. چطور پیش رفت؟ میگن کار خیلی سختی بوده. خیلی سخت. منشیپور میگه تقریباً با هر کی تو ایران پول داشت حرف زدن. حتی یه پیچ دک یعنی ارائه 45 صفحه‌ای آماده کرده بودن. 45 صفحه برای سرمایه اولیه؟ آره. ولی خب آخرش بیشتر رو اعتبار و سابقه خودشون تونستن اون 2 میلیون دلار اولیه رو جذب کنن. یعنی حرفشون به سرمایه گذارا این بود که فکر کنید دارید ما رو استخدام میکنید. جالبه. یعنی تیم مهمتر از ایده بود اون اول. در مراحل اولیه قطعاً همینطوره. بعد از جذب سرمایه هم که رشد شروع شد، رشدی که انگار خودشون هم غافلگیر کرد. آره، میگن خیلی سریع‌تر از انتظار بود. بله، توی فقط 5 ماه دفتری که فکر می‌کردن برای 2 سال کافیه با 80 نفر پر شد، جا کم آوردن اصلاً. عجب سرعتی. البته این رشد سریع دردسر هم داشت. یه خاطره بامزه‌ای هست از اشتباه مدیر مالیشون که یه 0 اضافه تو واریزی راننده ها زد. وای، چی شد؟ دفتر پر شد از راننده های شاکی. اینا دقیقاً یعنی چالش های عملیاتی رشد انفجاری دیگه. قابل درکه. ولی چرا مردم اینقدر سریع قبول کردن؟ فقط به خاطر ضعف سیستم قبلی بود؟ اون حتما نقش داشت. ولی ببین جامعه ایران نشون داده که خیلی سریع تکنولوژی‌های جدید و راحتی که میاره مثل پرداخت آنلاین رو میپذیره. آره، اینم هست. همین استقبال باعث شد که رشدشون از مثلا 500 سفر در روز برسه به 60,000 سفر. اونم تو مدت کوتاه. و جالبه که منشیپور میگه هدفشون فراتر از پول درآوردن بوده. دقیقاً این نکته مهمیه. تأثیرگذاری. این که میدیدن دارن زندگی میلیون‌ها مسافر و صدها هزار راننده رو عوض میکنن بهشون انگیزه میداده. اون چرایی کار براشون مهم بوده. بله، چیزی که شاید تو ایده اولیه فشن لوکس نبود. خب چالش هاشون هم کم نبود البته، به خصوص قانونی. آره، اوایل که اصلا قانونی نبودن، درسته؟ نه دیگه، هر روز داشتن قانون شکنی میکردن. فشارم زیاد بود از طرف شهرداری و اینها. خودش یه خاطره تعریف میکنه که میخواسته از آژانس ماشین بگیره. آره، چون تپسی اون منطقه سرویس نمیداده. بعد دیده ماشین کولر نداره، راننده دیر اومده. جالبه. همین تجربه باعث شده مطمئن‌تر بشه که این تغییر دیگه برگشت ناپذیره. گفته امکان نداره ما رو بتونه متوقف کنه. یه داستان جالب دیگه هم هست که خود منشیپور رو راننده تپسی از ماشین پیاده میکنه. آره، اینم خیلی شنیدنیه. راننده نمیخواسته اون مسیر رو بره. حتی وقتی فهمیده مسافرش مدیر عامل تپسیه، بازم پیادهش کرده. واقعاً؟ واکنشش چی بوده؟ میگه اول ناراحت شده، ولی بعدش خوشحال، چون دیده راننده این قدرت انتخاب رو داره. یعنی قدرت دست کاربرم هست. دقیقاً. قدرت فقط دست شرکت نیست دیگه، بین شرکت و کاربرا توزیع شده.
این ذات پلتفرم‌های مدرنه. خب حالا برسیم به تصمیم بزرگشون، ورود به بورس. چرا بورس؟ خب چند تا دلیل بوده. یکی این که گزینه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، یعنی اون ویسی ها، بعد از سال 96-97 کمتر شده بود. آها. یکی هم نیاز به نقد شدنیگی برای سرمایه‌گذارای اولیه بود که ریسک کرده بودن. و شاید مهمتر از همه، به گفته خودش، میخواستن به اقتصاد دیجیتال ایران رسمیت بدن. که اینم خودش یه چالش بزرگ دیگه بود حتما. خیلی. قانع کردن بورس سنتی ایران که عادت به دارایی فیزیکی مثل معدن، کارخونه داره، برای پذیرش یه شرکت تکنولوژی که داراییش نامحسوده. یعنی چی؟ یعنی عادت کاربرا، شبکه‌ای که ساخته. چقدر طول کشید؟ 3 سال تا بالاخره اولین استارتاپ ایرانی وارد بورس شدن. واقعا یه سدشکنی بود. بله واقعا. و خب نباید فراموش کرد که تو این مسیر دوران خیلی سختی هم داشتن. حدود سال 96 مشکلات سهامداری، تهدیدهای بیرونی، نزدیک ورشکستگی بودن حتی. جدی؟ بله. منشیپور حتی به فکر رفتن از ایران هم افتاده بود. ولی میگه دیدن شور و شوق حدود 200 تا کارمند تو جشن سال نو بهش یادآوری کرده که مسئولیتش فقط خودش نیست. این جنبه انسانی کارآفرینی و رهبریه، خیلی مهمه. دقیقاً. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نکات کلیدی این داستان چی بود؟ تغییر مسیر به موقع، مقاومت تو چالش‌های جذب سرمایه و قانون، مدیریت رشد سریع، قدرت داشتن یه چرای قوی و تأثیر محور بودن و آخرش هم شکستن تابوی ورود به بورس. بله. و به نظرم این داستان برای شنونده ها چند تا پیام داره. درباره نوآوریم تو محیط‌های سخت، حرکت به سمت مدل‌های غیر متمرکز و خب نقش مهم آدما و رهبری پشت این پلتفرم‌های بزرگ. و یه فکر نهایی برای شما که میشنوید، منشیپور معتقد بود دارایی اصلیشون نه تکنولوژی بلکه تغییر عادت مردم بوده. حالا با توجه به این سرعت عجیبی که عادت‌های ما دور و بر تکنولوژی شکل میگیره، به نظر شما چه صنایع سنتی دیگه‌ای هستن که ممکنه در آینده نزدیک حتی تو محیط‌های سخت مثل ایران با همین تغییرات بظاهر کوچیک تو رفتار ما که تکنولوژی میاره زیر و رو بشن؟